علم مبدأ یعنی شناخت حقیقی خدا آنگونه که خودش از خلق خواسته، نه اینکه خلق برای خودشون بتراشند. بیانی دارد، روایتی است منسوب به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که میفرماید من عرف الحق لم یعبد الحق. این خیلی کلام سنگینیه ظاهرش. من عرف الحق، کسی که حق رو بشناسد، لم یعبد الحق، اصلا خدا رو عبادت نکرده. از طرفی میفهمد کسی که بشناسد، از طرفی میفهمد عبادت نکرده. شخصی سوال میکنه از شیخ مرحوم علی الله مقامه که یعنی چی این فرمایش امیرالمؤمنین که من عرف الحق لم یعبد الحق، کسی که خدا رو بشناسه خدا رو عبادت نکرده. میفرمایند شیخ مرحوم علی الله مقامه یعنی امیرالمؤمنین دارد میفرماید کسی که بشناسد حق را، یعنی ادعا کند که به کنه حق رسیده، ادعا کند که واقف شده است به ذات غیب الغیوبی خداوند متعال، این هرگز خدا رو عبادت نمیکنه و نکرده. چرا؟ چون هرچه هم که عبادت کنه داره عبادت میکنه آن چیز موهومی که خدا تصورش کرده. اون خدایی که کنهش درک بشه که خدا نشد، که اون هم یه موهومیه، یه خلقیه. امیرالمؤمنین میفرماد من عرف الحق، کسی که اون کنه حق رو شناخت اصلا خدا رو نشناخته، در نتیجه هرگز خدا رو عبادت نمیکنه. اما اگر شیخ میفرماید در این جواب کسی که آیت حق رو شناخت و دانست که به وسیله این آیت سبحان میشه خدا رو بشناسه انسان، این بله عبد الله و یعبد الله، خدا رو عبادت کرده، خدا رو عبادت میکنه و به عبادت حق رسیده. اما اگر که آیت رو نشناخت، وسیله عبادت رو ندانست که چگونه هست، این عبادت هرگز نکرده. و علم مبدأ یعنی شناخت حقیقی خدا آنگونه که بیان کردن. و نکته بعد که در این زمینه هست این که این مبدئی که ما میگیم و این که میگیم توحید خداوند متعال و علم مبدأ علم شناخت خداست، اینو باید در نظر داشت که خدا مبدأ خلق نیست، خدا علت خلق نیست، خدا علت آفرین است، مبدأ آفرین است. در اصطلاح میگیم علم مبدأ و علم معاد. علم مبدأ علم شناخت خدا میگیم، نه اینکه بخوایم ذات خدا رو مبدأ قرار بدیم برای خلق. در فصلهای گذشته فرمودن مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه که خلایق هر کدام سرچشمه های مختلف دارن، هر کدام از جایی سرچشمه گرفتن و در عود و در بازگشت هم کل شیء لا یتجاوز ما وراء مبدئه، از اون مبدأ خودش فراتر نمیره. لا یدرک ما وراء حده، به تعبیر مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه، از حد خود فراتر نمیره، تجاوز نمیکنه، درک نمیکنه اون رو. پس درست است که علم مبدأ است شناخت خدا، اما نه به این معنا که ذات خدا رو ما مبدأ قرار بدیم.